یک زاده نیگریا با سر و صدای زیاد به صحنه سیاسی گرجستان وارد می شود. ریچارد آرینزه آگبونوجو اولین نامزد سیاه‌پوست است که برای کرسی رئیس شهر تبلیسی مبارزه می برد. در طول 25 سال زندگی در این کشور او پیوندی قوی با گرجستان پیدا کرده است. شما سال 1996 به گرجستان آمدید. اون زمان در اینجا زاده نیگریا زیاد نبود. همین طور نیست؟ بله، اون زمان همگی 3 کس بودیم. در کوچه ها مردم ما را میدید و میگفت کوبا، نیکاراگوآ جالب بود. چرا شما محض به گرجستان آمدید؟ تنها برای زیارت آمده بودم. اصلا در ترکیه اقامت داشتم. آن کشوری مسلمان است و جهان بینی آنها دیگر است. دوستم درباره کشور نصرانی در همسایگی با ترکیه به من اطلاع داد و این کشور برایم جالب نمود. آبونوجو مقیم گرجستان شد و شغلش کمک به جوانان نیگری است که میخواهند در دانشگاه‌های این کشور تحصیل کنند. او همسری گرجی و 3 فرزند دارد. آگبونوجو میگوید او شاه یکی از قوم‌های کشورش میباشد. مراسمی با تنتنه سر تخت نشستن او در جماعی نیگری‌های گرجستان دایر شده بود. شاه مقام من است، اما در گرجستان من شهروند عادی هستم. فعلا ضرورت نیست که من در آنجا باشم. اگر جنگ می بود من در بین هم قوم‌هایم می بودم. آبونوجو نامزد حزب گرجستان یگانه ما برای کرسی رئیس شهر تبلیسی می باشد. وقتی ما نامزدی ریچارد را برای شرکت در انتخابات محلی ثبت نام کردیم، این خود یک پیام بود. او گفت که گرجستان کشوری دموکراتی و تبلیس شهری با تحمل است. ما آماده ایم برای اثبات این عقیده مبارزه بریم. نامزدی آگبونوجو با واکنش‌های سرشار از تبعیض نژادی نیز مواجه شده است. یک نامزد رقیب هنگام صحبت آنلاینی رویش را با رنگ سیاه آرا داده بود. بعضی از رای دهندگان هم درباره آگبونوجو سخن‌های تند میگویند. چرا من او را در کرسی رئیس شهر بینم؟ شما عقلتان را گم کرده اید؟ شما اینجا آمده به من مشورت میدید که کی رئیس شهرمان باشد؟ در برابر این گونه واکنش‌های سرد، سخن‌های نرم هم کم نیستند. آگبونوجو باور دارد که گرجستان کشوری با تحمل و طوری میگویند کشوری کاسموپولیت و یا عالمی است. در این کشور یونانی‌ها، ارمنی‌ها، آلمانی‌ها اقامت دارند. در این کشور قوم‌های گوناگون در فضای دوستانه به سر میبرند. در این انتخابات 2 اکتبر آگبونوجو با رقابت شدید با رئیس کنونی شهر تبلیسی و یک عده نامزدهای دیگر برای این مقام مبارزه خواهد برد.